آهنگ مست و جالب تخمین ارسلان و شهزاد الفت بار دیگر در صفحات مجازی گل کرد. رابطه عاشقانه تخمین ارسلان با شهزاد الفت برادر قیس الفت، قهر و خفه شدن قیس الفت. اما چرا؟ تخمین ارسلان در کدام کشور زندگی می کند؟ آیا با واقعیت با شهزاد الفت نامزد شده است یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تخمین ارسلان یکی از هنرمندان خوب کشور که این روزها با سرودن آهنگ‌های میهنی و دوگانه رپ با شهزاد الفت برادر قیس الفت چنان نام و شهرت هنری پیدا کرده است که دل میلیون‌ها جوان افغان را از آن خود کرده است. تخمین ارسلان بزرگ شده کشور استرالیا می باشد و در یک خانواده هنری دیده به جهان گشود. اولین کارهای هنری تخمین ارسلان با امید نظامی یکی از هنرمندان خوب کشور بود. اما تخمین ارسلان جدیداً رفتار عاشقانه‌اش با شهزاد الفت برادر قیس الفت باعث خشم و قهر قیس الفت شده است و به همین خاطر مدت می شود قیس الفت دیگر رابطه هنری با برادر شهزاد الفت نداشته است. ولی تخمین ارسلان آهنگ دوگانه مزاریگک را با شهزاد الفت سرود که بار دیگر بازدید بیش از 200,000 بار در یوتیوب را در 2 روز از آن خود کرد. شهزاد الفت برادر قیس الفت بزرگ شده کشور کانادا است و این سبک هنری خاص خودش را دارد و رپ می سراید. ما هم در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این هنرمندان با استعداد و موفق کشور خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان تخمین ارسلان و شهزاد الفت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.